ماینکرافت هستن که علائمی از هوش رو نشون میدن: ویلجر، ایلجر، پیگلین و اندرمن. در حالی که بقیه ماب‌های ماینکرافت در پی یک هدف ساده فقط راه میرن، حالا چه در این راه زنده بمونن چه بمیرن، این 4 تا ماب متفاوتن. اونا با هم در گروه‌های سازمان یافته زندگی میکنن و ویژگی‌های منحصر به فردی دارن که بقیه ماب‌ها ندارن. ویلجرها، ایلجرها و پیگلین‌ها میتونن سازه‌های ساختمانی بسازن تا در اونا زندگی کنن. البته که اونا بهتری نیستن، اما سازمان یافته و فعالن. اونا توانایی شهرک‌سازی و همچنین شرکت در تجارت و شبیه‌سازی دنیای اطرافشونو دارن. منظورم اینه تصاویر میتونه حمله به یک روستا رو بیان کنه که اگه از من بپرسید این کار به کمی هوش نیاز داره. اندرمن بیشتر در یک جای خراب است. اونا یک ماب دشمن نیستن. تنها زمانی بهتون حمله میکنن که اول شما بهشون نگاه کنید و احتمالاً اونا کسانی بودن که شهرهای اندو ساختن. کی میدونه؟ در هر صورت این ثابت میکنه که اونا تنها کسانی در دنیا نیستن که بتونن بسازن و فکر کنن.